هر یک از کاربران سیستم مالی نیازمند یک نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سیستم هستند. همچنین لازم است پیش از شروع استفاده از سیستم توسط هر کاربر مشخص شود که این کاربر به کدام یک از زیر سیستم ها و فرم ها دسترسی داشته و مجاز است که از کدام یک از امکانات هر فرم استفاده کند. این کار در بخش امکانات سیستم در پنل مدیریت کاربران انجام می‌گیرد. در سیستم مالی پیوست، کاربران در قالب گروه‌های کاری دسته‌بندی می‌شوند و لازم است هر کاربر در یک گروه کاری عضو شود تا بتواند از امکانات سیستم استفاده کند. از سوی دیگر، مدیر سیستم تعیین دسترسی‌های هر گروه کاری را به عهده دارد. به عبارت دیگر، دسترسی‌ها و تنظیمات سیستم برای گروه‌های کاری مختلف متفاوت بوده و دسترسی‌های هر کاربر به امکانات فرم‌ها و زیر سیستم‌ها نیز محدود به دسترسی‌ها و تنظیمات فعال شده برای گروه کاری اوست. توجه داشته باشید که انجام هر یک از این عملیات تنها توسط کاربر مدیر سیستم امکان پذیر است. لذا با نام کاربری مدیر سیستم وارد سیستم شوید. فرض کنید در نظر داریم یک گروه کاری با عنوان گروه کاری واحد حسابداری ایجاد کرده و کاربری به نام محمد رضایی را در زیر مجموعه این گروه قرار دهیم. برای ایجاد گروه کاری جدید، وارد فرم مدیریت گروه‌های کاری شده و روی کلید جدید کلیک کنید. سپس نام گروه کاری را درج کرده و علامت تیک را بزنید تا گروه کاری ایجاد شود. در این مرحله لازم است کاربران عضو این گروه را ایجاد کرده و هر یک از آنها را در گروه عضو کنید و سپس تنظیمات لازم برای این کاربران را اعمال نمایید. کاربران سیستم در فرم مدیریت کاربران تعریف می شوند. در اینجا پس از کلیک بر کلید جدید، نام کاربر را که در مثال ما محمد رضایی است درج کرده و کلید کلمه عبور را بزنید. در پنجره باز شده رمز ورود و تکرار آن را وارد و تایید کنید. در صورت لزوم فیلد توضیحات را نیز تکمیل کنید. سپس روی کلید عضویت در گروه‌های کاری کلیک کنید تا لیست گروه‌های کاری تعریف شده نمایش داده شود. در این لیست گروه کاری مورد نظر را فعال کرده و سپس هر دو فرم را تایید کنید. مشاهده بشود که کاربر جدید در لیست کاربران قرار گرفته است. عموماً هر یک از کاربران باید به شرکت‌ها، دوره‌های مالی، انبارها و مراکز خزانه‌داری مشخصی دسترسی داشته باشند و بدیهی است که در هنگام تعریف دسترسی‌های کاربر این موارد توسط مدیر سیستم مشخص می‌شوند. برای ایجاد این نوع از دسترسی‌ها نشانگر را روی ردیف کاربر مورد نظر قرار داده و روی کلید دسترسی ویژه کاربران کلیک کنید. در پنجره باز شده انواع دسترسی‌ها از طریق منوی نوع قابل مشاهده است. همچنین نام کاربر در پایین فرم نمایش داده شده است. در اینجا کافی است هر یک از دسترسی‌های مورد نظر را از فیلد نوع انتخاب کنید تا مقادیر آن در کادر سمت راست نمایش داده شود. سپس مقادیر مورد نظر را به کادر سمت چپ منتقل کنید. همانطور که مشاهده می شود، در این فرم می توانید دسترسی کاربر را به هر یک از شرکت‌ها، هر دوره مالی در هر شرکت انتخاب شده، هر یک از باجه‌های خزانه‌داری، هر یک از مراکز استقرار و مراکز هزینه دارایی و هر یک از انبارها ایجاد کنید. همچنین همانطور که در مجموعه آموزشی سیستم حسابداری توضیح داده شده است، این امکان وجود دارد که دسترسی کاربر را تنها به برخی از حساب‌ها در سیستم حسابداری محدود کرده
یا دسترسی او را از تعدادی از حساب‌ها سلب کنیم. برای این کار از مجموعه‌های حساب استفاده می‌شود، به طوری که می‌توانید یک مجموعه حساب ایجاد کرده و برخی حساب‌ها را در آن قرار دهید و در این فرم در لیست موارد دسترسی به مجموعه حساب‌ها آن مجموعه را به کاربر دسترسی دهید. با این کار کاربر تنها به حساب‌های مرتبط با این مجموعه حساب دسترسی خواهد داشت. از طرفی میتوان برخی از حساب‌ها را در یک مجموعه حساب قرار داده و در این فرم آن را در لیست عدم دسترسی به مجموعه حساب به کاربر مرتبط کنید. با این کار کاربر امکان دسترسی و مشاهده مانده و گردش این حساب‌ها را نخواهد داشت. از دیگر دسترسی هایی که از طریق این فرم قابل انجام است، دسترسی به گزارش های پارامتریک است. فرض کنید قصد داریم برای کاربر محمد رضایی دسترسی به دوره مالی 1400 شرکت پیوست همراه با همه باجه های خزانه داری و همه انبارها را ایجاد کنیم. برای این کار ابتدا از منوی نوع دسترسی به شرکت ها را انتخاب کرده و در کادر سمت راست روی شرکت پیوست دابل کلیک می کنیم تا نام آن به کادر سمت چپ منتقل شود. سپس از منوی نوع دسترسی به دوره مالی را انتخاب می کنیم. از لیست دوره مالی که مربوط به شرکت انتخاب شده است با دابل کلیک دوره مالی 1400 را به کادر سمت چپ منتقل می کنیم. مجدداً از منوی نوع این بار دسترسی به باجه های خزانه داری را انتخاب می کنیم. از آنجایی که در نظر داریم کاربر به همه باجه ها دسترسی داشته باشد، کافی است کلید دسترسی به همه را بزنید تا کلیه اطلاعات کادر سمت راست به کادر سمت چپ منتقل شود. در خصوص دسترسی به انبارها نیز وضعیت به همین منوال است. توجه داشته باشید که در صورت نیاز به حذف دسترسی کاربر به هر یک از موارد موجود در کادر سمت چپ، کافی است روی آن دابل کلیک کنید تا از لیست حذف شود. همچنین از طریق کلید عدم دسترسی به همه نیز می توانید تمامی مقادیر نوع انتخاب شده را از کادر سمت چپ حذف کنید. پس از تعیین تمامی دسترسی‌های لازم برای کاربر، فرم را ذخیره کنید و از آن خارج شوید. همانطور که اشاره شد، دسترسی‌های کاربر به فرم‌ها و امکانات آنها بر اساس تنظیمات گروه کاری او مشخص می‌شود. لذا لازم است مجدداً به فرم گروه‌های کاری بازگردیم و این تنظیمات را نیز اعمال کنیم. از طریق کلید گروه‌های کاری می‌توان بدون خروج از فرم وارد فرم مدیریت گروه‌های کاری شد. در این فرم روی گروه کاری مورد نظر دابل کلیک کنید. ممکن است در نظر داشته باشید کاربر تنها به برخی از منوها یا زیر سیستم‌ها دسترسی داشته باشد. مثلا انباردار تنها به سیستم انبار دسترسی داشته، در حالی که حسابداران مجموعه علاوه بر سیستم انبار به سیستم حسابداری و خزانه‌داری نیز دسترسی داشته باشند. در این حالت لازم است دو گروه کاری جداگانه ایجاد کرده و برای یکی تنها سیستم انبار و برای دیگری 3 سیستم حسابداری، خزانه‌داری و انبار را فعال کنید. سپس کاربر انبار را به گروه اول و کاربران حسابداری را به گروه دوم ارتباط دهید. برای اعمال این نوع از دسترسی در هر گروه کاری روی کلید مدیریت دسترسی به منوها کلیک کنید. به طور مثال در نظر داریم گروه کاری جاری تنها به 3 زیر سیستم حسابداری، خزانه‌داری و انبار دسترسی داشته باشد. به صورت پیش‌فرض، گروه کاری جدید به همه منوها و زیر سیستم‌های موجود
دسترسی دارد و کافی است در پنجره باز شده از کامبو باکس گروه‌های منو زیر سیستم یا زیر سیستم هایی را که در نظر دارید گروه کاری به آنها دسترسی نداشته باشد انتخاب کرده و با تیک کردن عبارت عدم دسترسی به گروه‌های منو آن منو را غیر فعال کنید. همچنین اگر در نظر دارید کاربران این گروه به برخی از پنل‌های هر زیر سیستم دسترسی نداشته باشند، کافی است نشانگر را روی عنوان آن پنل در کادر سمت راست قرار داده و عبارت عدم دسترسی به پنل منوها را تیک کنید. پس از تعیین دسترسی به منوها و پنل‌ها، جهت ایجاد دسترسی به امکانات فرم‌ها روی کلید مدیریت تنظیمات کلیک کنید. در فرم مدیریت تنظیمات گروه‌های کاری، کلیه تنظیمات فرم‌ها قابل اعمال است. برای اعمال تنظیمات هر فرم کافی است ابتدا از منوی برنامه زیر سیستم مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از منوی فرم مورد نظر در آن زیر سیستم را نیز انتخاب کنید. به طور مثال در اینجا فرم سند مالی را انتخاب می کنیم. اینک هر یک از تنظیمات مورد نظر خود را برای این فرم فعال نمایید. توجه داشته باشید که آن دسته از تنظیمات این فرم که با کد منفی مشخص شده اند جزو تنظیمات عمومی و اولیه هر فرم بوده و لازم است جهت دسترسی به فرم برای کاربر فعال شوند. به طور مثال دسترسی به مشاهده اطلاعات فرم باعث می شود که کاربر بتواند فرم را باز کرده و تنها مشاهده کند. اما برای امکان درج اطلاعات در فرم نیاز به دسترسی ایجاد اطلاعات وجود دارد. این نوع از دسترسی ها در فرم ویرایش گروه کاری نیز قابل دسترس است و می توانید بدون ورود به بخش تنظیمات آنها را فعال کنید. همچنین اگر در نظر دارید کاربران این گروه به تمامی امکانات اولیه سیستم در همه فرم‌ها دسترسی داشته باشند، از کلید دسترسی کامل استفاده کنید. برای برگرداندن این دستور نیز روی کلید عدم دسترسی کامل کلیک کنید. به طور مثال در فاکتورهای بخش بازرگانی مانند فاکتور فروش، نحوه تعیین قیمت پیشنهادی سیستم برای هر کاربر در این تنظیمات مشخص می شود. توجه داشته باشید که در همه فرم‌های عملیاتی کد تنظیم 1 دسترسی کاربر را برای مشاهده همه فرم‌های صادر شده توسط خود او و سایر کاربران فراهم می کند. گفتنی است در همه فرم‌ها کد تنظیم 1 با رنگ سبز مشخص شده و تنظیمات با کد منفی را از سایر تنظیمات مجزا می کند. همچنین برخی از تنظیمات نیازمند وارد کردن مقدار یا تاریخ مشخصی است که این مقادیر از طریق کلید مقدار مرتبط وارد می شوند. به طور مثال در سیستم این امکان وجود دارد که برای کاربران یک گروه کاری محدودیتی اعمال کنید که نتوانند هیچ یک از اسناد و اوراق را برای تاریخی قبل از یک تاریخ مشخص ثبت کنند. جهت این کار کافی است تنظیم شماره 18 با عنوان جلوگیری از ثبت اوراق و اسناد با تاریخ کوچکتر از را در تنظیمات عمومی فعال کرده و سپس روی کلید مقدار مرتبط کلیک کنید. در کادر باز شده تاریخ مورد نظر را مشخص و تایید نمایید. این امکان وجود دارد که برخی از تنظیمات به عنوان تنظیمات الزامی کسب و کار مشخص شوند تا علاوه بر فعال بودن برای همه گروه‌های کاری موجود، در هنگام ایجاد هر گروه کاری جدید نیز این تنظیمات به صورت خودکار برای آن فعال شود. این کار توسط کارشناسان پیوست قابل اجراست و می‌تواند با نظارت مدیر سیستم انجام گیرد.
از این امکان جهت ایجاد دسترسی همه کاربران به تنظیماتی استفاده می شود که عدم دسترسی به آنها ممکن است برای اطلاعات سیستم مخاطره آمیز باشد. گفتنی است در حالت عادی تنظیمات الزامی کسب و کار به رنگ خاکستری نمایش داده می شوند و غیر قابل تغییر هستند. به طور پیش‌فرض این فرم برای گروه کاری باز شده است که نشانگر روی آن قرار داشت، ولی از آنجایی که این فرم کاملاً متمرکز است، در منوی گروه کاری می توانید گروه کاری مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین برای اعمال این تنظیمات در همه گروه‌های کاری کافی است پیش از فعال کردن تنظیمات چک باکس برای همه گروه‌ها را فعال نمایید. از طریق علامت دوربین یا منوی شناور فرم می توانید لیست کاربرانی را که به این گروه کاری متصل هستند مشاهده کنید. همچنین جهت ذخیره تنظیمات اعمال شده از منوی شناور فرم استفاده نمایید. پس از اعمال تنظیمات مورد نظر، تیک تایید فرم ویرایش گروه کاری را نیز کلیک کنید و از فرم خارج شوید. اینک با نام کاربری کاربر جدید وارد سیستم می شویم. همانطور که مشاهده می شود، کاربر محمد رضایی تنها به شرکت پیوست و دوره مالی 1400 در این شرکت دسترسی دارد. همچنین تنها منوهای حسابداری، خزانه‌داری و انبار برای او فعال هستند. در فرم سند مالی دسترسی این کاربر به کلیه امکانات اولیه ایجاد شده است و می تواند فرم را باز، سند جدید ایجاد و ویرایش کند. اما به طور مثال در فرم رسید دریافت هیچ یک از این دسترسی ها برای فرد فعال نشده بود، لذا در اینجا نیز دسترسی به فرم برای این کاربر مجاز نیست. توجه داشته باشید که در فرم مدیریت گروه‌های کاری امکان کپی تنظیمات یک گروه برای گروه دیگر وجود دارد. برای این کار کافی است نشانگر را روی گروه مقصد قرار داده و از منوی شناور فرم آیتم کپی دسترسی‌ها و تنظیمات از گروه کاری دیگر را انتخاب کنید. در پنجره باز شده از لیست گروه‌های کاری گروه مبدأ را انتخاب نمایید. با این کار کلیه تنظیمات گروه انتخاب شده در گروه مقصد کپی می شود و سیستم پیغام مربوطه را به کاربر نمایش می دهد. از دیگر امکانات این فرم امکان مشاهده لیست کاربران عضو هر گروه کاری است که از طریق کلید کاربرهای عضو گروه انجام می شود.